سلام علیکم دوستان، انشالله خوب باشید. خوش آمدید بازم به یک جدا دیگر. امروز براتون آموزش میدم چگونه میتونیم از یک برنامه چندین دانه دیگر بسازیم. مثلا از یک گالری یا از یک فیسبوک لایت میتونید شما صدها دانه بسازید. به خاطر این کار نیازم برنامه مولتیپل اکانت داریم. شما نمونه این ویدیو رو میبینید که به این شکل میتونید هر چقدر که بخواید برنامه بسازین. خب این برنامه را میتونید شما از کانال تلگرام به دست بیارین، همچنان در پلی استور موجود میباشه. خب برنامه را باز کنین دوستان. خب وقتی که باز شد دوستان، درست از در پایین بالای گزینه مثبت کلیک کنین و همون برنامه که میخواین را مثلا از او چندین دانه بسازین بالاش کلیک کنین. مثلا ما میخوایم از واتساپ چندین دانه بسازیم، بالای واتساپ کلیک کنین. اد شده این برنامه درست است. ببینید من فعلا باز میکنم واتساپ. من خوب در واتساپ اکانت دارم. در واتساپ وقت باز میکنم اصلا اکانت وجود نداره. اینجا اوکی بگوین تا باز شود. دفعه اول دوستان قسم است به خاطر پروسسش، باز دفعه دیگه ساده تر میشه. ببینید دوستان، واتساپ برای ما ساخته شد. فعلا میتونید شما اینجا زبان انتخاب کنین دیگه. اصلا از واتساپ ساده فرق نمیکنه. شما میتونید در واتساپ هم یک اکانت دیگه جور کنید. ما فقط به ادامه بگین. میتونید شما خب ما اینجا فعلا اینترنت وصل نیست. شما میتونید در اینترنت وصل باشین، شماره تون بزنین، خلاص به این شکل واتساپ چندین دانه بسازین. یا مثلا از اکانت تلگرام چندین دانه بسازین. وقتی که بالای برنامه رفتین اونجا مثلا اکانت هایی که شما جور کردین یا برنامه که شما جور کردین اونجا وجود نداشته باشه دیگه. شما میتونید از طریق برنامه او رو باز کنین. درست است. آموزش شما این مقدار بود. انشالله یاد گرفته باشید. چنل تو بار سابسکرایب کنید تا به محض آپلود ویدیو بعدی اول تر از همه شما باخبر شوید و زنگوله را هم فشار دهید. تا آموزش بعدی، الله حافظتان.